سلام به همگی. امروز می‌خوایم بریم سراغ ایده‌های انقلابی کتاب افسانه کارآفرینی از مایکل گربر. این کتاب یه سوال خیلی اساسی رو مطرح می‌کنه. چرا این همه کسب و کار کوچیک که با کلی رویا و اشتیاق شروع به کار می‌کنن، در نهایت شکست می‌خورن؟ و از اون مهمتر، چطور میشه جلوی این اتفاق رو گرفت؟ خب اول از همه بیایید با یه آمار واقعا تکون دهنده شروع کنیم. 50% کسب و کارهای کوچیک توی 5 سال اول فعالیتشون از بین میرن. این فقط یه عدد نیست، این زنگ خطره. این نشون میده یه جای کار عمیقاً میلنگه. یه مشکلی تو اصل نگاه ما به کارآفرینی وجود داره که امروز قراره ریشش رو پیدا کنیم. و همین مشکل ما رو صاف میرسونه به اولین و شاید مهمترین مفهوم کتاب. یه دروغ بزرگ یا یه افسانه‌ای که خیلی از بنیانگذاران پرشور رو به دام میندازه. این دروغ بزرگ همون افسانه کارآفرینی یا ایمیف هست. ببینید، افسانه اینه که ما فکر می‌کنیم کسب و کارها رو کارآفرین‌های بزرگ و رویاپرداز راه میندازن. اما حقیقت چیه؟ حقیقت اینه که اکثر کسب و کارها رو تکنیسین‌ها شروع می‌کنن. یعنی آدم‌هایی که توی کار فنی فوق‌العاده‌ن و یه روز به این نتیجه میرسن که دیگه نمیخوان برای کسی کار کنن. مثلا سارا رو در نظر بگیرید، یه قناد بی‌نظیر که بهترین کیک‌های شهر رو میپزه. یا ایان، یه لوله‌کش حرفه‌ای که هیچ کاری براش نشد نداره. اینا تو کار فنیشون استادن، اما این مهارت به تنهایی برای ساختن یک کسب و کار موفق کافی نیست. چون اداره کردن یه شیرینی فروشی یه چیز کاملا متفاوته با پختن کیک. خب، حالا میرسیم به بخش واقعاً جالب ماجرا. گربر میگه توی وجود هر صاحب کسب و کاری 3 شخصیت متفاوت دارن با هم میجنگن. این 3 شخصیت اینان. اول از همه تکنیسین. این همونیه که عاشق انجام دادن کاره. فقط میخواد سرش تو کار خودش باشه و همین الان کارو تموم کنه. بعدش مدیر رو داریم. مدیر عاشق نظم و ترتیبه. همش داره به گذشته نگاه میکنه که ببینه چه سیستمی میتونه بسازه تا همه چیز مرتب باشه. و در نهایت کارآفرین که تو آینده زندگی میکنه و مدام در حال رویا پردازیه. مشکل اینجاست که این 3 تقریبا هیچ وقت با هم تفاهم ندارن. و این نمودار واقعاً عمق فاجعه رو نشون میده. ببینید تو اکثر بنیانگذارها 70% وجودشون رو تکنیسین گرفته. این یعنی چی؟ یعنی شما یه کسب و کار نساختین. قراره خودتون یه شغل تمام وقت بیرحمانه درست کردین که آخرش چیزی جز فرسودگی و خستگی نداره. خب حالا بیایید یکم عمیق‌تر شیم. اصلاً چرا کسب و کاری که یه تکنیسین راه میندازه از همون اول با این همه چالش روبروه؟ همه چیز با چیزی شروع میشه که گربر بهش میگه تشنژ کارآفرینی. این دقیقاً همون لحظه‌ایه که اون تکنیسین ماهر دیگه طاقتش تموم میشه. به رئیسش نگاه میکنه و با خودش میگه من که این کار رو از اون بهتر بلدم، چرا باید برای اون کار کنم؟ و بوم، تصمیم میگیره بزنه بیرون و برای خودش کار کنه تا به آزادی برسه. اما این تصمیم هیجانی روی یه فرض کاملا اشتباه و مهلک بنا شده. چون من کار فنی یه بیزنس رو بلدم، پس خود اون بیزنس رو هم میتونم اداره کنم. این بزرگترین اشتباه ممکنه. ببینید، این که شما بلدین بهترین کیک دنیا رو بپزین، هیچ ربطی به این نداره که بلدین یه شیرینی فروشی موفق رو مدیریت کنین. این دوتا مهارت کاملا جدا هستن. و نتیجه این فرض اشتباه چیه؟ اینه که اون کسب و کار رویایی تبدیل میشه به بدترین شغلی که تو عمرتون داشتین. یه شغلی که توش رئیستون خودتونین ولی از همیشه کمتر پول در میارین، کمتر وقت دارین و از همه بدتر ذره آزادی ندارین. خب پس راه حل چیه؟ چطور میشه از این تله فرار کرد؟ گربر اینجا یه تغییر نگاه اساسی رو معرفی میکنه که همه چیز رو عوض میکنه. تفاوت کلیدی بین کار کردن توی بیزنس و کار کردن روی بیزنسه. کار کردن توی بیزنس یعنی همون کارهای روزمره، پختن کیک، جواب دادن به تلفن، خاموش کردن آتیشای روزانه. این کار تکنیسینه. اما کار کردن روی بیزنس یعنی یه قدم بیای عقب، از بالا به ماجرا نگاه کنی و سیستمی رو طراحی کنی که بدون تو هم کار کنه. این کار یه کارآفرین واقعیه. خیلی خوب. تا اینجا از مشکل گفتیم. حالا بریم سراغ راه حل عملی. چطور یه کسب و کار سیستم محور بسازیم؟ این جمله از گربر فوق‌العاده است و اصل مطلب رو میگه. ببینید، محصول واقعی ریک راک، بنیانگذار مکدونالدز، همبرگر نبود. محصول واقعیش خود سیستم مکدونالدز بود. یه ماشینی که همبرگر تولید میکرد. اون داشت خود کسب و کار رو به عنوان یه محصول میساخت. راه حل همینه.
شما باید کسب و کارتون رو مثل یه نمونه اولیه فرانچایز ببینید. نه، قرار نیست حتما برید فرانچایزش کنید. موضوع اصلی طرز فکره. باید یه کسب و کاری طراحی کنید که اونقدر سیستماش دقیق و بی‌نقصه که انگار میشه 5000 بار کپیش کرد و هر بار همون نتیجه عالی رو بده. خب، این نمونه اولیه باید 4 تا قانون کلیدی رو رعایت کنه. 1. همیشه یه ارزش ثابت و قابل پیشبینی به مشتری بده. 2. طوری طراحی بشه که آدم‌ها با کمترین سطح مهارت هم بتونن اجراش کنن. 3. همه چیز، تک تک فرایندها باید مکتوب و مستند باشه. و 4. کسب و کار شما باید نماد نظم بی‌نقص باشه. بهترین راه برای فکر کردن به سیستم‌ها همون استعاره دستورپخت است. یه دستورپخت عالی و دقیق تضمین میکنه که هر کسی، فرقی نمیکنه چقدر آشپز ماهری باشه، میتونه مراحل رو دنبال کنه و دقیقاً همون کیک بی‌نظیر رو درست کنه. سیستم‌ها دستورپخت کسب و کار شما هستن. همین و بس. خب، تو بخش آخر بیاید یه نگاه سریع به نقشه راه عملی بندازیم. چطور این مفهوم‌ها رو پیاده کنیم و به اون آزادی که دنبالشیم برسیم. گربر یه برنامه توسعه کسب و کار 7 مرحله‌ای رو پیشنهاد میده که دقیقاً نقشه راه شما برای کار کردن روی کسب و کارتونه. این مسیر با تعریف هدف اصلی شما تو زندگی شروع میشه و بعدش میره سراغ هدف استراتژیک، استراتژی سازمانی، مدیریتی، نیروی انسانی، بازاریابی و در نهایت استراتژی سیستم‌ها. و یادتون باشه تمام اینها برای یک چیزه. هدف نهایی اینه که شما کسب و کاری بسازید که در خدمت زندگی شما باشه، نه اینکه شما یه زندگی داشته باشید که کلش در خدمت کسب و کارتونه. هدف رسیدن به آزادی واقعیه، نه ساختن یه زندان جدید برای خودمون. پس اجازه بدین این بحث رو با یه سوال کلیدی تموم کنم که باید از خودتون بپرسید. آیا کسب و کار شما داره برای شما کار میکنه یا شما دارید برای کسب و کارتون کار میکنید؟ جواب این سوال میتونه نقطه شروع یه تغییر بزرگ باشه.